حتما تا حالا این جملات به گوشتون خورده که میگن خودت باش، خودت رو زندگی کن. به حرف مردم چی کار داری؟ منظور از این حرفا چیه؟ اگه بخوایم واقع بین باشیم، چقدر امکان داره که آدم به این حرفها عمل کنه؟ اینکه خود واقعیش باشه و به حرف و نظر دیگران درباره خودش توجهی نداشته باشه اصلا. واقعاً ما به عنوان یک موجود اجتماعی که برطرف کردن انواع و اقسام نیازهای متعددمون در گرو تعاملات اجتماعیمون هست، میتونیم بیخیال حرف مردم بشیم و اون خود واقعیمون به اصطلاح باشیم؟ اصلاً سوال، این خود واقعی بودن شامل چه چیزایی میشه؟ آیا اگه بتونیم خود واقعیمون باشیم باز هم با محدودیت مواجه هستیم یا نه؟ و مهمترین سوال اینه که این خود واقعی که قرار زندگیش کنیم کیه و چطور میشه شناختش یا چطور میشه بهش دست یافت؟ این سوالات و مباحث موضوعاتی هستن که در این اپیزود به قدر زمان محدودی که در اختیار داریم بهشون میپردازیم. پس با من همراه باشید. من خسرو معصومی هستم و شما شنونده 23مین اپیزود از پادکست پندار با عنوان اصالت، امکان خود بودن هستید. در طول تاریخ اندیشه ورزی مفهوم اصالت توسط بسیاری از متفکرین از فلاسفه یونان باستان گرفته تا نویسندگان و متفکران عصر روشنگری و فلاسفه و متفکرین و روانشناسان و جامعه شناسان چند دهه اخیر، به ویژه بنیانگذاران و پیروان مکتب و فلسفه اگزیستانسیالیسم مورد مطالعه، مفهوم سازی و نظریه پردازی قرار گرفته و آرا و نظرات متفاوتی درباره این مفهوم وجود داره. دوستان، تعاریف متفاوتی از مفهوم اصالت ارائه شده، تعاریفی که گاهن حتی در توضیح و تبیین خودشون همدیگه رو نقد و حتی رد میکنن. ما خودمون در فرهنگ عامه ایرانی یک تعریف ضمنی از اصالت داریم. اینکه مثلا وقتی میگیم که یه شخصی اصیل، فلانی اصیله، منظورمون عقبه خانوادگی شخصه. اینکه مثلا پدرش، پدر بزرگش یا نسل‌های قبلش مثلا آدم‌های به قول معروف حسابی و شاخصی بودن. اما توی این اپیزود نمیخوایم به مفهوم اصالت با این معنی و دلالت بپردازیم. به میزانی که من مطالعه کردم، اصالت غالباً به گونه‌ای تعریف شده که دو بعد داره. یک، صادق بودن با خود و دیگران و دو، انسجام و یا انطباق میان باور، کلام، ارزش و عمل بدون تمارض و یا به اصطلاح ادا در آوردن. به طور مختصر، اصالت یعنی آن که هستی یا آنچه هستی را می نمایانی و آن که می نمایی هستی. حالا بنا به این تعریف سوال اینه که دستیابی و حفظ اصالت که از اون به عنوان تحقق خیشتن خیش هم یاد می کنند چقدر امکان پذیره؟ و اینکه آیا اصالت یک مقوله مطلق یا به عبارتی صفر و یکیه، یعنی یا اصیل هستی یا نیستی، و یا یه مقوله طیفی و مقیاسیه و البته موقعیتی. دوستان، نکته قابل توجهی که باید بهش اشاره کنم در همین ابتدای صحبت اینه که هیچ گرایش یا رنگ و بو و بارقه اخلاقی در تعریف اصالت وجود نداره. حداقل من بهش بر نخوردم. منظور چیه که هیچ گرایش اخلاقی وجود نداره؟ اصالت
مقوله اصالت و خصلت اصالت البته یک شایستگی به حساب میاد، یک خصلت پسندیده به حساب میاد. ولی وقتی میگیم که گرایش اخلاقی درش نیست، یا حداقل در تعریفی که من خوندم ندیدم، به این معنیه که مثلا اگر انسانی با خودش و دیگران صادقه و باور به عمل ناشایست، ناپسند از دید عرف و اخلاق و قانون داشته باشه و به این باور عمل کنه و انسجامی بین باور و عملش وجود داشته باشه، هرچند که گفتیم این باور از دید عرف و اخلاق و قانون ناشایست باشه، این انسان همچنان واجد اصالته. یعنی اصالت به عبارتی با پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک ارتباطی نداره. چرا؟ چون اون چیزی که به مفهوم اصالت معنی میده و درون مایه این مفهومه، همونطور که گفتیم پذیرش حقیقت خود، صادق بودن با خود و دیگرانه و انطباق میان پندار و گفتار و کردار، نه کیفیت اخلاقی اون. در این صورت و بنا به این توضیح، وقتی میگیم شخصی خودش نیست و یا اصیل نیست، یعنی با خودش در درجه اول صادق نیست و در درجه دوم با دیگران و همچنین بین باور، حرف و عملش، یا بین اون چه درونن هست و آنچه که به اصطلاح مینمایاند و بروز میدهد، فاصله، تفاوت و حتی تعارض وجود داره. همون چیزی که در اصطلاح عامیانه میگیم طرف ادا در میاره، یا به اصطلاح فیک و ساختگیه. درست مثل کالای فیک یا کپی که میخواد ادای کالای اصل رو در بیاره، در صورتی که ذاتاً و دروناً کالای اصل نیست. حالا اینجا و با این تعریف و توضیحات سوالات خیلی جدی مطرح میشه دوستان. چه سوالاتی؟ آیا انسان به عنوان یک موجود اجتماعی که تحت تأثیر و یا حتی بگیم تحت فشار و کنترل قوانین، عرف و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و برطرف شدن بسیاری از نیازهاش در گروه همزیستی و پذیرش عضویت اجتماعی هست، به تبع اون باید از قوانین و هنجارها پیروی کنه، میتونه همه جا و همه وقت خود واقعیش باشه و اون چیزی که واقعا هست رو زندگی کنه؟ یعنی آیا من میتونم در بافتار اجتماعی از خانواده و جمع دوستان گرفته تا جامعه بزرگ خود واقعیم را اون چنان که هستم بروز بدهم و زندگی کنم و اموراتم رو بگذرونم؟ به این سوال خیلی خوب فکر کنیم. یک سوال دیگه، بنا به تعریف و در رابطه با سوال قبل، آیا میشه گفت اصالت مرز و محدودیت داره و در عین حال یک سازه یا یک مفهوم دینامیک و پویاه و مرزهای اون بنا به دلایل متفاوت و اقتضای شرایط تغییر میکنه؟ 2 سواله خیلی جدی که باید خوب بهش فکر کنیم. دست یافتن به هر میزان از اصالت، از همین عبارت مشخصه که من دارم به طیفی بودن و مقیاسی بودن اصالت اشاره میکنم و خودم با این نگرش موافقم. بله، میگفتم دست یافتن به هر میزانی از اصالت مرتبط با دستیابی انسان به میزانی از آزادی و به میزانی از میل و اراده برای اینکه از این آزادی بهره ببره تا معمار زندگی خودش باشه. اینکه خود رو چه میزان در جایگاه یک انتخاب کننده بذاره و نه یک قربانی، به چه میزان خودش رو در جایگاه آفرینندگی خویشتن بذاره و نه آفریده دست دیگران. به اینکه انسان با وجود و با آگاهی از تمام نیروهای تحمیلی و محدود کننده، از عوامل وراثتی گرفته تا قوانین و هنجارها، به چه میزان با اراده و میزان آزادی
که در اختیار داره مسئولیت خودش و زندگیش و انتخابهاش رو میپذیره. اما انتخاب چه چیزی؟ پاسخ: انتخاب ارزش‌ها، اصول، باورها و افکار. میشه گفت این شاه کلید و یا شاه بیت غزل اصالت دوستان. این موضوع رو در اپیزود چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید، یه جورایی مفصل بهش پرداختیم که پیشنهاد میکنم حتما این اپیزود رو که اپیزود شماره 22 میشه و اپیزود قبل حتما گوش کنید. ما نیاز داریم به گونه‌ای آگاهانه و متمرکز ارزش‌ها، اصول، باورها و گرایشات خودمون رو که عمدتاً حاصل تربیت خانوادگی ما و اجتماعی ماست و یا اینکه خودآگاه کسب کردیم یا به صورت ناخودآگاه به ما القا شده رو حدالامکان بشناسیم و متمرکز و صریح درباره اونها و به طور خاص اعتبارشون، دلایل وجودیشون یعنی چراییشون، ریشه هاشون، کارکردشون و پیامدهاشون نقادانه فکر کنیم و اونها رو بازنگری کنیم. چرا؟ چون همین ها هستند، یعنی همین باورها و ارزشها و افکار هستند که دستورالعمل کارکرد و رفتار ما رو در زندگی تعیین میکنن. مثل یک نرم افزار عمل میکنن، یک نرم افزار رفتار ما هستند و خب طبیعتاً بخش قابل توجهی از کیفیت زندگی ما رو تعیین میکنن و البته در کنار اینها ویژگی ها و خصلت های شخصیتی خودمون رو باید تا حدودی بشناسیم، یعنی آنچه که مربوط به روانشناسی شخصیت ما میشه. یکی از ابزارهای معتبر برای این کار مدل 5 عاملی روانشناسی شخصیت 5 فاکتور مدل یا همون بیگ 5 هستش که مثلا من با استفاده از این ابزار بفهمم چه میزان برونگرا هستم، چه میزان درونگرا هستم و 4 بعد دیگه رو بتونم در خودم بسنجم. پیشنهاد میکنم حتما درباره این مدل روانشناسی شخصیت مطالعه کنید و از وبسایت های معتبر آزمونش رو انجام بدید. پس اولین گام در جهت دستیابی به اصالت یک خودشناسی جامع هستش. فقط یک نکته رو من اینجا ذکر کنم دوستان، بازنگری به هیچ وجه لزوماً به معنی خطا دانستن نیست. گفتم لزوماً به معنی خطا دانستن نیست. این که هر چی که داشتیم رو باید بریزیم دور و به قول حافظ عالمی دیگر بباید وزن و آدمی. نه، بازنگری لزوماً به این معنا نیست، بلکه همونطور که بهش اشاره کردم به معنی بررسی اعتبار، دلایل و اثرات و پیامدهای افکار و باورها و ارزش‌های ماست. بازنگری گاهی میتونه به اصلاح و حتی تقویت یک باور یا ارزش منجر بشه و یا تقویت اولویت‌ها، چون باورها و ارزش‌های ما به هر حال یک اولویت بندی و یک ارجحیتی نسبت به هم دیگه دارن. پس گام اول برای دستیابی به اصالت خودشناسیه به عنوان یک اقدام پویا و البته غیر مغرضانه به دور از سوگیری، به ویژه سوگیری تایید و خودفریبی. یک کار شسته رفته و منصفانه و البته سازنده در قبال خودمون. مرحله دوم یا گام دوم چیه؟ انتخاب آگاهانه باورها، ارزشها و اولویت هاست. یعنی حرکت به سمت بست دیدگاه، مطالعه آگاهانه و انتخاب کردن مسئولانه. یعنی اینکه مسئولیت انتخابها و پیامد حاصل از اونها رو بپذیریم. به قول انگلیسی ها میگن own yourself، یعنی مالکیت خودت رو بر عهده بگیر، مسئولیت خودت رو بر عهده بگیر. یعنی یک جایی باید از این نقش قربانی بیای بیرون و به اندازه شعاع توانمندی و اثر و نفوذ خودت سکان زندگیت رو به دست بگیری
و اونی باشی که هستی و تبدیل به اونی که میخوای باشی بشوی. توی این زمینه استقلال فکری برای انتخاب خیلی اهمیت داره. این که بدونی تو واجد شعور هستی و فارغ از وابستگی و اینکه دیگران برات تصمیم بگیرن و دیگران به جای تو فکر کنن، که البته برای خود آدم هم کار راحتیه، استقلال فکر کردن داری و خودت بشونی فکر کنی و برای خودت تصمیم بگیری و انتخاب کنی. میدونم این کار قطعاً با محدودیت‌های مواجهه، برای همین من گفتم شعاع توانمندی، آزادی و اختیار و نفوذت رو باید بشناسی و حداقل از اون شعاع و در اون شعاع ازش استفاده کنی و سعی کنی اون رو بسط بدی. پس اولین نکته اینه که بپذیری که واجد استقلال فکری هستی و خودت برای خودت میتونی فکر کنی و تصمیم بگیری و خودآگاه یا ناخودآگاه اسیر این مسئله معروف نشی که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. توی این مرحله یا توی این ورطه باید حواسمون به یک چیز باشه. به چی؟ به این که وقتی انسان خودش انتخاب میکنه به واسطه منیت یا همون ایگو ممکنه دچار سوگیری مالکیت بشه. این چیه؟ این سوگیری موجب میشه تو به خودت بگی چون این انتخاب من هست حتما درسته و ارزشمنده و پاش وای میسم. یعنی تو نه به خاطر اعتبار و درستی انتخابت، بلکه به این خاطر که انتخاب من هست حاضری پای انتخابت وایسی. این دقیقاً همون دوگم بودن و مغرض بودنه که در زاویه جدی با تفکر نقادانه و انتخاب آگاهانه است. اگه خاطرتون باشه گفتم کسب و یا برخورداری از اصالت یک فرایند پویاست دوستان، و در این راستا با توجه به اعتبار و کارکرد باورها و افکارش انسان باید همواره آمادگی و اراده تغییر رو داشته باشه. حالا اینجا ممکنه باز یک سوال دیگه مطرح بشه. سوال چیه؟ اینه که در این حرکت به سمت انتخابگری و پذیرفتن مسئولیت خود و زندگی خود باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ اولیش اینه که دوستان پذیرش مسئولیت و پذیرش انتخابگری خودش یک امر چالشزا و اضطرابزاه. ذهن انسان اساساً و طبیعتاً به دنبال قطعیته و مهم نیست این قطعیت چقدر بر مبنای واقعیت باشه، به دنبال قطعیته، حالا با هر مبنایی و با هر ریشه‌ای. پس اضطراب و استرس ناشی از انتخاب به خاطر تمایل ذهن به قطعیت و گریز از ابهامه. این که من نمیخوام تصمیم بگیرم، نمیخوام انتخاب کنم، در موارد بسیاری ناشی از محدودیت نیست، ناشی از اضطرابی که به خاطر خروج از حاشیه امنه و عدم قطعیت در خصوص پیامدهای این خروج از حاشیه امن و قطعیت. از طرف دیگه اگه انتخاب کردن و پذیرش مسئولیت خودمون رو نوعی از اقدام به تغییر در نظر بگیریم و تغییر رو هم نوعی حرکت، طبیعتاً طبق یک قانون ازلی و ابدی به محض تصمیم به حرکت با مقاومت روبرو میشیم. اول یک مقاومت درونی که نوعی اینرسی سکونه و مهمترین عامل اون عادتها هستند. اینکه تا حالا طبق یک الگوریتم یا یک سری الگوریتم های عمدتاً ناخودآگاه انتخاب می کردیم، تصمیم می گرفتیم و به اصطلاح روی اتوپایلوت بودیم، ولی حالا باید خودمون با فکر خودمون برنامه ریزی کنیم، الگوریتم سازی کنیم و این زمان و انرژی و کار فکری میبره و خب طبیعتاً کار سختیه، مخصوصاً به همون خاطر عدم تمایل به خروج از حاشیه امن و اضطرابزا بودن این قضیه. البته خواهشاً این رو در نظر بگیرید که این حرف به هیچ وجه به این معنی نیست که ما تحت تأثیر مستقیم و یا غیر مستقیم عوامل بیرونی نیستیم، هستیم، ولی بحث سر اینه که مسئولیت خودمون رو
همونطور که قبلا هم چندین بار بهش اشاره کردم به اندازه دامنه و شعاع و وسع توانایی و تأثیرگذاری خودمون بپذیریم و بتونیم این دامنه رو گسترشش بدیم. دومین نکته برای دستیابی به اصالت شجاعت و جرأتمندیه برای اعمال اراده خود به مقداری که میسره. شجاعت در چی و برای چی؟ عرض میکنم خدمتتون. اول شجاعت در تردید کردن نسبت به آنچه که میدانیم، نسبت به آموزه ها و باورها، و بعدش هم شجاعت در آموزه زدایی یا اون چیزی که بهش آن لرنینگ میگن. شجاعت در ترک خیلی از چیزایی که یاد گرفتیم، خیلی از باورامون، خیلی از ارزش هایی که در حقیقت به ما القا شده. شجاعت در ترک عادت ها و گام گذاشتن در عرصه ها و گستره های ناآشنا. واقعا دوستان شجاعت میخواد از چیزی که بهش عادت کردی به سمت چیزی حرکت کنی که برات آشنا نیست، چون امر ناآشنا امر ترسناکه. شجاعت میخواد که از دایره ایمن پا بیرون بگذاری و پا در مسیرهای نرفته بذاری، چون غیر قابل پیش بینی بودن امر هراسناکیه، امر ترسناکیه. البته این به معنی بی‌محابا زدن به راه دیگر نیست، یا به عبارتی بیگودال به آب زدن نیست. این به معنی بی‌معنایی در انحراف از معیار نیست. این به معنی یک تغییر در جهت انتخاب‌هایی که با فکر و آگاهانه به دست میاری که معنادار هستند و خب طبیعتاً با هزینه و پیامدهای همراه هستند که گاهی این پیامدها و هزینه ها میتونن سنگین باشن و باید جرأتمندی و جسارت داشته باشیم در پرداخت هزینه ها. جرأتمندی برای اینکه مقابل انواع فشارها بایستیم، اول همون فشارهای درونی که خدمتتون عرض کردم و بعدش هم فشارهای بیرونی از خانواده گرفته تا جامعه، از جمله این که ممکنه به قطع برخی از انتخابها هم منجر بشه و این هزینه‌ایه که و البته هزینه سنگینیه که لاجرم باید بپردازیم. جرأتمندی از این که حواسمون باشه در تله تأیید اجتماعی نیفتیم. دوستان، باور شخص من اینه که برخی از این غیر ممکن هایی که ما میگیم، مثلا میگیم که اصلا امکان اینکه این کار رو بتونم انجام بدم وجود نداره، که این غیر ممکن رو فرافکنی میکنیم به دنیای پیرامون و محدودیت دنیای پیرامون میدونیم. مسئله واقعا غیر ممکن بودن در دنیای پیرامون نیست. مسئله اینه که من میل یا اراده و شجاعت پرداختن بها و هزینه رو ندارم، یا حتی دلایل دیگه، از جمله اینکه مسئله و امر دیگه‌ای برای من اولویت داره و خب اینم طبیعیه و مهم که باید خوب درباره اولویت هامون بهش فکر کنیم. ما باید خواسته ها و ارزش های خودمون رو اولویت بندی کنیم و این گاهی هم به این معنی است که دست به موازنه بین باورها و ارزش ها و افکارمون بزنیم. این که ارزشی رو بر ارزش دیگه، باوری رو بر باور دیگه، اصلی رو بر اصل دیگه ارجحیت بدیم، اولویت بدیم. یعنی امری رو، خواسته‌ای رو بر دیگری ترجیح بدیم. حالا سوال، آیا توی این اولویت بندی، توی این ارجحیت دادنه نهایتاً دچار حسرت و پشیمانی خواهیم شد یا نه؟ جواب اینه که اغلب بله. متاسفانه بله.
اغلب این امر طبیعیه که ما به خودمون بگیم اگه فلان کار رو میکردم یا فلان تصمیم رو میگرفتم، در صورتی که انتخاب آگاهانه بوده باشه، هم دچار پشیمونی بشیم. شما اگر اون انتخاب که حسرت انتخاب نکردنش رو میخورید انتخاب میکردید، یه روزی حسرت عدم انتخاب همین انتخاب کنونی رو میخورید. امیدوارم شفاف گفته باشم که منظورم چیه. ببینید شما الان یه انتخابی میکنید، بعدن حسرت اینو میخورید که چرا من انتخاب دیگری نداشتم یا اون گزینه دیگر رو انتخاب نکردم. در قالب اوقات اینطوری پیش میاد که شما اگر اون گزینه دیگر رو هم انتخاب میکردید، بعدن حسرت عدم انتخاب همین گزینه‌ای که الان انتخاب کردید رو در حقیقت میخورید. اصلا انگار حسرت نزیسته امر طبیعیه. اما موضوع اصلی اینه که وزن کدوم یکی سنگین تره، رضایتمندی یا حسرت؟ و چاره هم نیست، این یک قاعده زندگی دیگه. به قول کیرکگار، فیلسوف معروف دانمارکی، ما زندگی رو به جلو زندگی میکنیم و با نگاه به پشت سر قضاوت میکنیم. و در ضمن فراموش نکنیم که انسان یک موجود پویاست، از لحاظ فکری و گرایشاتش در طول زمان تغییر میکنه. پس طبیعیه که با خرد و عقل الان گذشته رو قضاوت کنه و عمدتاً بار پشیمونی و حسرت داشته باشه. دوستان، یکی از عوامل مانع در دستیابی به اصالت تحت رصد بودن و زیر ذره بین بودنه. در خانواده ها و جوامع کنترلگر آدم ها معمولاً مجبور میشن که خود واقعیشون رو نشون ندن، سانسور کنن و به دروغ، ریا، ادا در آوردن و تزویر رو بیارن، چون خود بودن و ابراز کردن خودشون معمولاً براشون عواقب ناخوشایندی داره. وقتی یک قوه قهریه وجود داره و گونه‌ای اقتدارگرایی وجود داره که همه چیز رو دیکته میکنه و مدام حواسش بهت هست که به قول معروف پا کج نذاری و تخطی نکنی از معیارهای اون و همیشه با ترس تنبیه تو مواجه هستی و مدام در حال رصد کردن توه، نه تنها به طور طبیعی برای حفظ و صیانت از خودش فرد به دروغ گفتن رو میاره که دچار چند شخصیتی هم میشه. چرا؟ چون ترس حادی رفتاره، نه امنیت. طبیعتاً میشه نتیجه گرفت میزان ترس و اصالت رابطی عکس با هم دیگه دارن و میزان امنیت روانی و اصالت رابطی مستقیم و همسو با یک دیگه دارن. شما زمانی که احساس امنیت داشته باشی میتونی شکنندگی ها و ضعف های خودت رو بپذیری و اونها رو بدون ترس زندگی کنی و حتی ابراز کنی. یک مورد مهم دیگه که وجود داره اینه که تلاش برای دستیابی به اصالت فردی با پیشرفت فناوری به طور خاص در حوزه شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی که به ادراکات و احساسات و رفتارهای ما جهت میدن خیلی سخته. یعنی اینکه مدام بخوای ببینی که بقیه چی کار میکنن تو هم همون کار بکنی، وگرنه یک احساس عدم رضایت، احساس عقب افتادن بهت دست میده. این همون چیزیه که ما بهش رفتار گله‌ای یا هرد بیهیویر میگیم که قبلا هم در اپیزودهای قبل گفتم دیگه. یکی از عمده دلیل ایجاد این جهت‌دهی سازه عظیم اقتصادی یا attention economy، اقتصاد توجهی که پشت این قضیه است. دوستان عزیز، همونطور که توی زندگی رسیدن به کمال غیر ممکنه و باید به یک تقریب اکتفا کرد و حرکت به سوی کمال و به قول معروف
ما تکامل رو تجربه میکنیم و قصد رسیدن به کمال نیست، شاید درباره اصالت هم این امر، این قضیه صادق باشه. یعنی نقطه‌ای برای رسیدن نیست این اصالت، بلکه یک سیر و سفر پرچالشه. این انسجام داشتن بین افکار، ارزش‌ها و اصول و رفتار، این انطباق بین افکار و رفتار و اعمال به گونه یک سیر تکامل هستش که ما میخوایم بهش نزدیک بشیم و بیشتر اون رو تجربه کنیم. ولی این که آیا بتونیم کاملا اینطور باشه، من به شخص فکر میکنم که بعیده که بتونیم آنگونه که هستیم زندگی کنیم و بنمایانیم. یه نکته دیگه هم که لازم ذکره اینه که اصالت بیشتر مرتبط با باور و رفتار دوستان، نه تخلیه هیجانات. چون ممکنه این سوء تفاهم پیش بیاد که من اون چیزی که هستم رو می نمایانم و به اصالت اهمیت میدم، پس هر هیجان و احساسی که بهم دست میده رو بی محابا و بی ملاحظه ابراز میکنم و بروز میدم. در منابعی که من خوندم بحث اصالت درباره افکار و باورها و رفتاره، نه تخلیه هیجانات. البته صحبت درباره هیجانات یک چیزه و تخلیه و واکنش هیجانی و واکنش بر اساس هیجانات بدون مدیریت یه چیز دیگه است که باید خیلی حواسمون بهش جمع باشه. توجه داشته باشیم که زمانی ما میتونیم به خلاقیت و آفرینندگی منحصر به فرد خودمون توی زندگی دست پیدا کنیم که اصالت داشته باشیم یا به سمت اصالت حرکت کنیم. یعنی زمانی که بتونید حدالامکان خودتون رو بشناسید و خودتون رو متبلور کنید، چه در ساحت فکر چه در ساحت رفتار، اون موقع است که میتونید به آفرینندگی و خلاقیت هم دست پیدا کنید. وگرنه آدم اگر بخواد مدام طبق فراخوانش ها، انتظارها و استبداد بایدهایی که مدام تو زندگیش بهش حکم شده و الغا شده رفتار کنه، طبیعتا رفتارش یک رفتار قالبیه که تهی از آفرینندگی و خلاقیت میشه. حالا اگر خاطرتون باشه من ابتدای عرایزم خدمتتون گفتم که اصالت تا اونجایی که من مطالعه کردم یک امر اخلاقی نیست. یعنی اینی که در حوزه کارهای شایسته و مورد پسند عرف رفتار کردن نیست. اصالت یعنی این که با خودت با دیگران صادق باشی و آن چیزی که باور توه و باور آگاهانه توه، نه باورهای القایی تو، بر اساس اون رفتار کنی. از این رو و با این توضیح میشه نتیجه گرفت که اصالت لازم هست ولی کافی نیست. یعنی اصالت بهتره که در راستای بهزیستی فردی و جمعی باشه و نه فقط در راستای آرزومندی ها و بلند پروازی های شخص خود آدم و به قیمت آسیب رساندن به دیگران. یعنی اینکه من باورهایی داشته باشم که به واسطه این باورها به دیگران آسیب بزنم و رفتار کنم و بگم من آدم اصیلی هستم. نه، چیزی که مطرح میشه اینه که باید ببینیم که اخلاق و اصالت رو کجا میتونیم با هم دیگه پیوند بدیم و اصالت رو در راستا و در خدمت خیر جمعی هم در نظر بگیریم. چیزی که به قول یکی از دوستان میشه به عنوان اصالت اخلاق مدارانه ازش یاد کرد. در نتیجه کیفیت و کارکرد اصالت مهمه، به این معنی که بنیانهای فکری و ارزشهایی که اصالت خودمون رو بر روی اونها بنا میکنیم اهمیت داره. اینکه بر اساس چه فکر و چه ارزشی عمل میکنیم و این دو منسجم و منطبق بر هم هستند. نکته دیگه که در بحث اصالت مطرح هست رو میخوام از کتاب من، عنوان کتاب هست من، به نوشته مل تامپسون که نشر گمان همون رو منتشر کرده براتون نقل کنم. مل تامپسون میگه انسان در موقعیت‌های مختلف اجتماعی بنا به اقتضاعات نقش‌های متفاوت اجتماعی رو انتخاب میکنه. ایفای هر نقش فراخور کارکرد و مستلزم رفتارهای متفاوته. برای نمونه
یک خانوم در نقش یک مادر و یا نقش همسر یا حتی یک مدیر در محل کار یا یک شهروند موقع خرید کردن باید رفتارهای متفاوتی گاهن از خودش بروز بده. طبیعتاً هر انسان یک سری ارزش‌های بنیادین داره، فارغ از نقش اجتماعی، مثل اینکه احترام به هم نوعش یک ارزش و اصل بسیار مهم و لایتغیر توی زندگیشه. اما به گفته مل تامپسون مشکل زمانی ایجاد میشه که در تمام موقعیت‌های اجتماعی یک نقش یا به قول نویسنده نقاب حاکم باشه. یعنی در هر نقش اجتماعی بخوای نقش رئیس، مدیر یا مادر رو ایفا کنی. و اینجاست که اصالت به گونه‌ای ناسازگار از آب در میاد. استفاده از نقاب‌های مختلف در شرایط متفاوت تا حدی قابل فهمه و اجتناب ناپذیره. به گفته مل تامپسون مسئله زمانی مشکل ساز میشه که یکی از این نقاب‌ها انقدر مهم میشه که نقاب‌های دیگه رو در خودش حل میکنه. برای جمع‌بندی بحث میشه گفت اصالت محصول انسجام بخشیدن به انتخاب‌ها و تصمیم‌های مختلف زندگیمونه و عمل کردن بر اساس اونها. اصالت محصول پیش بردن زندگی بر اساس افکار و باورها و ارزش‌های انتخابیه و نه تحمیلی، انتخاب‌های آگاهانه. و خب طبیعتاً اصالت داشتن برای هر فرد متفاوته. یعنی اینکه هر فرد به شیوه خودش انسان بودن یا خود بودن خودش رو تجربه میکنه. در نتیجه اصالت از فردی به فرد دیگه متفاوته. اصالت دست پیدا کردن به عنوان یک فرایند مداومه و نه یک رخداد. اگه تلاش برای دستیابی به اصالت و تجربه اصالت فقط محض رضایت خودمون باشه و در خدمت آرزوهای خودمون و رویاهای خودمون باشه، اون موقع درگیر فردگرایی و منیت میشیم. اما اگه همراه با آگاهی از دیگران و دنیای وسیع‌تر باشه، اون موقع تجربه اصالت میتونه به یک هدف ارزشمند تبدیل بشه. پس مسئله مهم اینه که بین خود بودن، خود واقعی بودن و پیوند با دیگران باید بتونیم یک نقطه تعادل معنادار پیدا کنیم. خب دوستان، این هم از اپیزود 23 پادکست پندار با عنوان اصالت، امکان خود بودن. امیدوارم مطالبی که خدمت شما ارائه شد مفید بوده باشه. ممنونم که پادکست پندار رو دنبال میکنید و لطف میکنید و اون رو به دوستانتون معرفی میکنید. تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.